الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نموده اند که وقتی در یک مجلس انسان نشسته باشد و کسی به همین مجلس بیاید به خاطر احترام انسان آمده و به خاطر قدردانیش انسان می تواند که از جایش راست بشود یا که از نظر شریعت جایز نیست. خیلی که به شما معروف است که در تاجیکستان همه همچنین هستند که وقتی که کسی به یک مجلس وارد شد همه از جای می خیزند و بعد از این بار دیگر می نشینند، یعنی قدردانی می کنند، احترام می کنند و می خیزند. در مجلس راست شدن، قائم شدن به خاطر احترام کسی یا در رو بروی کسی آیا جایز است یا نیست؟ باید بدانید که این مسئله تعلق شدید به شرک دارد، البته به توحید و به شرک تعلق دارد. انسان تنها و یکتا به الله سبحانه و تعالی راست می شود، قیام می کند و می خیزد. قیامی که در نماز می کنید به الله است، رکوعی که در نماز می کنید به الله است. قیام این عبادت است. قیامی که در نماز می کنید این رکن نماز است و در روز قیامت همه به الله سبحانه و تعالی قائم می شوند و راست می شوند. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه انسان ها به ربشون که رب العالمین است قائم می شوند، راست می ایستند. اما به خاطر بزرگ داشتن کسی، به خاطر احترام کسی، به خاطر حرمت کسی، به خاطر سلام و علیک کردن هر دفعه به خاطر حرمت کسی از جای خیستن، البته این حرام است. خیستن، قائم شدن در حالتی که شما نشسته اید یا که راست شدن به خاطر پادشاه یا به خاطر کسی دیگری، این همه این عملهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند. چرا که این غلو در احترام است، این غلو در بزرگ شماریدن مخلوق است. یعنی یک مخلوقی که انسان است، یک بشر است، این را در احترام کردن و در حقش را به جا آوردن انسان غلو کرده است وقتی که در رو بروی او میخیزد. خیلی که در این مسئله حدیث صحیح وجود دارد. خیلی که امام احمد و ترمذی در سننشون و احمد در مسندشون روایت میکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من میکنند من احب ای امتثل له الناس وقوفا. و خیلی که در سنن ابو داود آمده است از انس بن مالک رضی الله عنه که میگویند لم یکن شخص احب الیهم من النبی صلی الله علیه و سلم و كانوا اذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که به صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان شخص دوست داشته تر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه زیاد کی را دوست می داشتند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم را. با وجود همین وقتی که صحابگان می دیدند که رسول الله آمده ایستادند یا به نزدشان آمدند، صحابگان از جای نشسته اشون به خاطر احترام رسول الله نمی خستند. و كانوا اذا رأوه، یعنی صحابگان زمانی که رسول الله را میدن لم یقوموا، از جایشون نمی خستند. برای چی؟ برای اینکه لما یعلمون من کراهته لذلك، برای آن که می دانستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل را بد می بیند و انکار میکند. البته سند این اثر صحیح است. پس صحابگان رضی الله عنهم وقتی که به خاطر احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایشون نخیزند و رسول الله به صحابگان این را امر کنند که نخیزید و نهی کنند از خستنشون، البته ما هم امروز باید من باب اولا این عمل را انجام بدیم. چرا رسول الله صحابگان را میگفتند که به کسی نخیزید، حتی به من نخیزید؟
هر وقتی که مرا دیدید از جایتون نخیزید، مجلس نشسته اید، تمام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تمام. سبب این است که راست شدن به خاطر احترام یک مخلوق، قیام کردن، این عبادت است و این عبادت تنها باید به الله انجام داده شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابگان توحید را 100% کاملا هم تعلیم داده اند و هم تطبیق کردند. از همین جهت امروز ما نباید به کسی به خاطر احترام هر وقتی که میبینیم از جایمون بخیزیم. البته یک برادری رو چندین وقت شد که ندیدید، به خاطر اینکه یکمین مرتبه از مدت طولانی گذشته از دیدید، بخیزید، با که ندارد. اما یک انسانی که میبینید یا پادشاه یا یک بگویم امام یا کسی دیگر رو گشته و برگشته به خاطر احترامش خستن، البته این حرام است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را منع کردند. بارک الله فیکم.